نیوا دختر 18 ساله‌ای که توی زیبایی، مهربونی، معصومیت و البته هوش زبانزد مردم آریاواست اینجا زندگی میکنه. از اونجایی که هیچ خواهر برادری نداره واسه همینم ملکی خونه است و تقریبا توی خونه حرف اونه. نیوا عاشق آشپزی کردن برای پدر و مادرشه، چون معتقده که اونا خیلی زحمت میکشن و یه جورایی باید زحمتشون رو جبران کنه. نیوا رویای رسیدن به بالاترین و بلندترین آسمان آریاوا رو داره، اما هنوز نتونسته درست حسابی پرواز کنه، چون خیلی وقته که هیجان زده میشه فقط یکی از بالاشو میتونه حرکت بده و هنوز نتونسته کنترل کامل بالهاش رو در دست بگیره که اینم یک نوع اختلال احساسیه و هیچ ربطی به هوش و تمرین نداره. نیوا عاشق نقشه‌کشیه و توی تایم‌های آزادش مسیرهای پرواز خیالی طراحی میکنه تا اگه روزی تونست پرواز کنه بتونه سریع‌ترین و خلاق‌ترین آدم پرنده شهرشون بشه. یه روز نیوا روی لبه پشت بوم خونه‌شون نشسته بود و پاهاشو تاب میداد که به آسمون نگاه کرد و دید چند تا از بچه‌های همسایه دارن با شوق و شور و خنده پرواز میکنن و هم مسابقه میدن و میرقصن. نیوا که خیلی دلش میخواست الان بین دوستاش بود هرچی تلاش کرد نشد. چشماشو بست و حرفای مشاور ذهنیش رو مرور کرد. تمرکز، نفس عمیق، اعتماد به خودت، یادآوری حس آزادی، پرواز. این بارم مثل همیشه نشد. با ناامیدی آهی کشید و گفت بازم نیمه ای از یک رویا. دلش شکسته بود. به طرف دیگه نگاه کرد تا یادش بره چه حسی داره و بچه‌های همسایه رو نبینه. همون لحظه صدای بلندی از آسمون اومد. یه نور بنفش و مرموز از پشت ابرها عبور کرد و مستقیم به سمت زمین رفت. نور بنفش دقیقاً توی جنگل ممنوعه فرود اومده بود. جایی که هیچ کس بدون مجوز پرواز حق نداشت واردش بشه. اما نیوا کنجکاو و جسور بود و همیشه با خودش فکر میکرد اگه کسی حق نداره اونجا بره پس حتما چیز عجیبی اونجاست. بدون اینکه به کسی چیزی بگه یواشکی از مسیر پشت بوما به سمت جنگل رفت. همراه هم باشید، حتما توی قسمت بعدی بهتون میگم توی جنگل چه اتفاقی افتاد. راستی سابسکرایب و لایک یادتون نره.